جمهوری اسلامی به جای اینکه مستقیما با دشمنان اصلی خود یعنی آمریکا و اسرائیل برخورد نظامی بکنه، با کشورهای خلیج فارس وارد این فاز از عملیات خود میشه. به اعتبار دیگر ناچار است که عکس‌العملی نشون بده، حتی اگر این عکس‌العمل برای علیه کشورهای همسایه بشود که هیچ گونه نقش مستقیمی در این جنگ ندارند. بنابراین این تهدید جمهوری اسلامی خب به طبع شش کشور به شورای همکاری خلیج فارس رو مصممتر خواهد کرد که در کنار اسرائیل و آمریکا بمانند و تجهیزات بیشتر نظامی بیشتری رو از به خصوص آمریکا دریافت بکنند و این جنگ رو تا اونجایی که جمهوری اسلامی میخواهد ادامه بدهند. امر دیگری که خیلی مهم هست و شما به اون اشاره کردین این است که جمهوری اسلامی علیرغم حجم بسیار بالای موشک‌ها و پهپادهایی که به این 6 کشور به خصوص 5 کشور عمان کمتر دریافت کرده، اینها رو این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توانستن رهگیری و عمده اونها رو از بین ببرند. بنابراین تهدید جمهوری اسلامی یک با هیچ گونه منطق نظامی سازگاری نداره و دومی که در عمل و عملیات هم دیدیم که چندان مؤثر واقع نشده، هرچند کوشش جمهوری اسلامی بر این بوده و هست که به زیرساخت‌های انرژی حمله بکنه که جهان رو دچار مشکل بکنه و با این برداشت بسیار غلط که هم کشورهای همکاری خلیج فارس و هم کشورهای دیگر نیازمند انرژی منطقه خلیج فارس بر آمریکا و اسرائیل برای پایان بخشیدن به این جنگ فشار وارد کنند.